سلام و به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اخبار امروز دوشنبه 4 ایول را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم می‌کنیم. در یک انجمن پرجنجال و خرخشه کمونیستان تاجیک رهبری نو انتخاب کردند. در انجمن 32 حزب کمونیست تاجیکستان در روز 2 ایول اسماعیل طالبکوف رئیس حزب انتخاب شد و جای شادی شابدالوف رئیس سابق دار کمونیست ها را گرفت. شادی شابدالوف که 25 سال رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بود، ناراضگی و ناراحتی خود را از نتیجه رای گیری در انجمن پنهان نداشت. این اونچه که با جانبداری موضوع این جانبداری شابدالوف است. من اون چیزی آموختم. من گرم میدانم بعد خود گرم. چی کردی؟ استادی ما هستی. حزب مذکور که سال 1918 در بخارا تشکیل شده است و یگانه حزب حکمران در عهد شوروی سابق بود، بیشتر از 40,000 اعضا دارد. هر چند سال گذشته از کرسیش در پارلمان محروم شد، ولی این حزب را از تشکل‌های سیاسی صادق به حکومت می‌نامند. خویشاوندان و اعضای خانواده قربانیان بمبگذاری مرگ طلبانه در بغداد به محل این حمله آمدند و خاطره آنها را گرامی داشتند. یک مرگ طلب روز 3 ایول در اینجا در پایتخت عراق 126 نفر را کشت و 300 تن دیگر را مجروح کرد. بمبگذار مرگ طلب ماشین خود را در یک منطقه تجارتی ترکاند که آدم زیادی برای خرید ایدانه به آنجا آمده بودند. ناهماهنگی و رقابت در بین نهادهای امنیتی عراق را یک سبب ناتوانی در جلوگیری از بمبگذاری و حمله ها می‌دانند. ما چندین نهاد امنیتی داریم که باید زیر یک ریاست قرار گیرند. بمبگذاری در بغداد را کاری دست گروه تندروی دولت اسلامی می‌دانند که منطقه‌های وسیع عراق را اشغال کرده است و در عربستان سعودی در شهر جیده روز 4 ایول یک بمبگذار مرگ طلب خود را در نزد کنسولگری آمریکا ترکاند و 2 افسر پلیس را مجروح کرد. صدای مادر سرباز تاجیک که محتاج پیوند گرده است به گوش افراد خیرخواه رسیده است. از جمله وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان وعده داده است که برای جراحی امام الدین خالوف 20,000 سامانی خیر می کند. نصرت الله سلیم زاده وعده داده است 15,000 سامانی برای جراحی می پردازد و در بقیه پول دارو می خرند. در این باره نصرالدین خالوف برادر امام الدین روز 4 ایول به رادیو آزادی خبر داد. من همراه مادرم نزد وزیر در آمدم. مثلا ما را خوب قبول کرد. رحمت به وزیر تندرستی که ما را مثلا یاردم کرد تا 20,000 سامانه. ساکن 22 ساله ناحیه رشت را که سال 2015 غیر قانونی بر تیش بردند و در آنجا بیماری گرده‌هایش بدتر شد، حالا فقط پیوند یک گرده مادرش راه نجات می باشد، ولی برای این جراحی بیشتر از 100,000 سامانی لازم است که خانواده فقیری جوان ندارد. بعد نشر خبرها مصاحبه کامل در این باره تقدیم می شود. تنبشوی ماشین ها در شهر کولاب علامت تکاپوی مردم در آستانه عید رمضان است که روز 6 ایول در سراسر تاجیکستان تجلیل می شود. روز 4 ایول خبرنگار رادیو آزادی شاهد حرکت بی سر و سامان ماشین ها در مرکز کولاب شد و این وضع تقریبا نیم ساعت ادامه کرده است. بازگشت ساکنان کولاب برای تجلیل عید به خانه هایشان و از ناحیه های دوردست به مرکز آمدن ساکنان برای خرید ایدانه سبب افزایش ماشین ها در شهر می شود و هر سال این وضع در روز عید مشاهده می شد، اما امسال از روز 3 ایول است که ادامه دارد. برنامه را بعد یک اعلان کوتاه ادامه می دهیم. یک مراتب رئیس حزب و حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان باید برنامه یگان گردد. چرا انجمن به جنجال طالبکوف و شابدالوف تبدیل یافت؟ بخوانید و ببینید در سامانه azadi.org. و برمیگردیم به خبر کمک به امام الدین خالوف مرزبان سابق تاجیک در شفاخانه منتظر پیوند گرده نو است. برادرش نصرالدین خالوف روز 4 ایول به دفتر رادیو آزادی آمد و گفت که بعد نشر گزارش ما درباره امام الدین افراد خیرخواه برای جراحی برادر جوانش کمک کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد با نصرالدین خالوف در همین باره صحبت کرد. بینندگان عزیز سلام. امروز در استودیوی رادیو آزادی
همصحبت ما نصرالدین خلف برادر امام‌الدین سربازی که ما درباره امام‌الدین خلف بارها گزارش‌ها پخش کردیم و دیگر رسانه‌ها نیز گزارش‌ها پخش کردند. حالا امام‌الدین در بیمارخانه بستری است و دو گرده اون اصلا فعال نیستند و مادرش در هفته گذشته اظهار داشت که یک گردهش را به فرزندش میداد و حالا اینها منتظر این هستند که مبلغ در حجم 48,000 سامانی باید جمع آورده شود تا اینکه عملیات جراحی امام‌الدین با مادرش انجام داده شود. و من از برادر امام‌الدین نصرالدین خواهش میکنم که بعد از چاپ این خبرها و مقاله ها، بعد از اینکه مادرتون گفتن که یک گردش به فرزندش میده و برای این مبلغ شما نیاز دارید، کمک های دستیاری به طرف شما دراز شد؟ رحمت بر همه جمعیت همه خبرنگاران که مثلا امیره چاپ کردن، یک 20,000 یاردم شد. از طرف کی؟ از طرفی خیلی نمیشناسم شما مثلا نه حتی نمیشناسیم. هم زنگ میزنن مثال میارن کمک خیری چونا میرسونن و من همراه مادرم نزد وزیر در آمدم. مثلا ما را خوب قبول کرد، رحمت به اما وزیر تندرستی که ما را مثلا یاردم کرد تا 20,000 سامانه. یعنی میشه اظهار امیدواری کرد که در روزهای نزدیک جراحی انجام داده بشه؟ ان شاء الله میشه. حالا وضع مادرتون چطوره؟ وضع خود امام‌الدین چطور است؟ وضع امام‌الدین حقا حاضر فقط وقوع همون دیالیز قرار دارد، او به دیالیز نمیتوند. و مادرم آخی منتظر همی مثلا مبلغ هستیم که همی بود شود تستر همی جراحی را بگذرونیم. از مردم تاجیکستان تشکر زیاد میکنیم که مثلا ما را یاردم کردن، خیلی دستگیری کردن. با یک بار دیگه همی کارم شیده بود، همی یاردم کرده بودن، نمیدونم ماهی کی بود، خیلی بهتر یاردم کردن. از طرف سازمان‌های غیر دولتی هم به شما کمک میرسد؟ همش هم هر که چی قدرتی داشت مقصد یاردم کرد. ما یگانه چی وای نداریم که مثل رحمت به همه آدمای خیر کردگی. بینندگان عزیز، همصحبت ما نصرالدین خلف برادر امام‌الدین خلف که فعلا در بیمارخانه بستری است و منتظر جراحی برای پیوندسازی گرده‌هاش خوابیده است و ما همراه با نصرالدین و بینندگان عزیز از تشکر میکنیم و همچنان خانواده خلف‌ها منتظر کمک و یاری اهل سخاوت پیش هستند. تشکر زیاد. رحمت. نیروهای انتظامی زلندیای نو برای اولین بار در تاریخ این کشور 35 کیلوگرم کوکائین را مصادره کردند که قاچاقچیان در داخل مجسمه اسب پنهان کردند. مقامات زلندیای نو میگویند مهمه عملیات قاچاقبران مواد مخدر را پیشگیری کردند و به آنها $10 میلیون ضرر رساندند. با استفاده از دستگاه‌های معاصر ما داخل کانتینر را از نظر گذراندیم و تشخیص کردیم که در داخل سر اسب کوکائین پنهان کرده اند. قاچاقبران کوکائین را در بسته‌های 1 کیلوگرمی در داخل مجسمه جایگیر کردند و از سر اسب را و الماس‌های صنعی هم آرام دادند. مقامات امنیتی زلندیای نو آخر هفته 2 مکزیکایی و 1 آمریکایی را دستگیر کردند و متهم چهارم به جنایت را جستجو دارند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.